این خب خیلی مهمه اینو کانسپتش رو خوب تشکیل بدین. ببین وقتی که به صورت فوکال بیرون زدگی بهش میگن دیسک هرنیشن که حالا به اصطلاح دیسک هرنیشن پروتروژن داره و اکستروژن. حالا پروتروژنه میتونه میگه برود بیست باشه یا فوکال باشه. اما یعنی قاعده خیلی پهن میشه برود بیست. کی حالا بگیم فوکاله اصلا، یعنی دیسک هرنیشن، دیسک بالجینگ نیست. وقتی که بیشتر از 50% بالجینگ داشته باشیم دیگه بهش میگیم دیسک بالجینگ. الان نگاه کن اینجا مثلا یه تیکه اینجا فقط بالج نیست، این حلقه سیاه، خط سیاه، اون دایره سیاه استخوان بادی مهر است. خب بادی مهر، این گره خاکستری اون چیه؟ اون دیسک. حالا دیسک فقط از اینجا نزده بیرون، درسته؟ وقتی که فقط از اینجا نزده بیرون یعنی مثلا انگار که 75% دیسک زده بیرون، بنابراین بالجینگه چون بیشتر از 50%. اینجا الان 100% دیسک بیرونه. حالا توی MRI چجوری اینو میبینیم؟ وقتی که داری اسکرول میکنی میای پایین، همزمانی که داری بادی رو میبینی دورش حاله سیاهی هم میبینی، اون یعنی دیسک پایینیه داری میبینی. حالا تو میگی که من که در لول مثلا بادی مهره L2 هم چرا دارم دیسک رو میبینم؟ بنابراین دیسک بزرگتره دیگه که داره دیده میشه، دیسک پهن‌تره داره دیده میشه و دیگه مینویسی دیسک بالجینگ داره. حالا دیسک بالجینگ هم میتونه مثلا به اصطلاح دیسک بالجینگ اد فلان کازینگ تکال ساک کامپرشن، نمیدونم کورد کامپرشن، فرامینال نروینگ، ممکنه پس دیسک بالجینگ هم علامت دار باشه. پس اگر الان اینجا نگاه کن به 50% تقسیم کنیم، خب این حدود 25% زده بیرون. اینو تقسیم کنیم مثلا میبینی حداقل در حد 10% زدن بیرون. بیشتر از 50 باشه ولی دور تا دور حساب، قدام هم حسابه. برام مهم نیست قدام خیلی، ولی برای اینکه بالجینگ بگیم یا هرنیشن برامون مهمه.